جهان پر از شگفتی‌هایی که هر روز منتظر کشف شدنن، از نور خورشید که صبح رو روشن میکنه تا لامپ تو خونت. اما تا حالا فکر کردی نور چیه و از کجا میاد؟ بیا بریم توی دنیای نور و رازش رو کشف کنیم. نور فقط چیزی که باعث میشه ببینیم نیست. نور یک جور انرژیه، مثل امواج رادیویی یا حتی پرتوهای گاما. نور هم موج هم ذره. به این ذره ها فوتون میگن، بسته های کوچیک انرژی که با سرعت تو فضا حرکت میکنن، مثل یه رقص عجیب بین میدان های الکتریکی و مغناطیسی. حالا این نور چطور درست میشه؟ فکر کن یک اتم هیدروژن داری با یه الکترون که دور یه پروتون میچرخه، مثل یک سیاره کوچولو. تو حالت عادی الکترون آروم و تو جای خودش میمونه، بهش میگن حالت پایه. اما وقتی انرژی میگیره، مثلا از گرما یا برق، الکترون هیجان زده میشه و به یه مدار دورتر میپره. این حالت پایدار نیست، پس الکترون برمیگرده به جای اولش و انرژی اضافی رو به شکل فوتون آزاد میکنه. این فوتون همون نوره. اگر انرژی زیاد باشه، نور قوی‌تری مثل فرابنفش یا حتی اشعه ایکس درست میکنه. نور دو جور اصلی داره. یکی نور رشته‌ای مثل نور خورشید یا لامپ‌های قدیمی که با گرما میدرخشند. یکی هم لومینسانس مثل LED ها یا چوب‌های نوری که با مواد شیمیایی کار میکنن. مثلا تو لامپ فلورسنت اتم‌های جیوه با برق تحریک میشن و نور فرابرفش میدن که بعد به نور مرئی تبدیل میشه. چرا ما فقط یه سری رنگ خاص میبینیم؟ چون جو زمین مثل یک صافی عمل میکنه و فقط نور مرئی رو بیشتر به ما میرسونه. برای همین چشم ما به این نور عادت کرده. نور فقط یک چیز ساده نیست، یک کلید جادویی برای فهمیدن جهان. دفعه بعد که نور خورشید یا لامپ رو دیدی، یادت باشه داری یک معجزه کیهانی رو میبینی. پس چشماتو باز کن و آماده کشف شگفتی‌های جدید باش. اگر از این مطلب لذت بردی، این رو برای دیگران هم بفرست و ما رو دنبال کن برای مطالب جذاب دیگه.